ای مسلمان آگاه باشه. اول از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم کلمه وهابی را که استعمال میکنی و ملا صاحب در دعای خود گفته که یا الله ما را از یهود نصارا از وهابیان نگاه کن، در ذهن تو وهابی چی آمده؟ کافر یا مسلمان؟ راستی تا بگو، انکار کرده نمیتونی. ولی وقتی که تو یک مسلمان وهابی گفتی، مفهوم و معنای زیر داره که کافر برش گفتی. آیا کدام ادناترین مدرک کفر دیش پیدا کرده میتونی؟ در روز قیامت به الله سبحانه و تعالی پیش میشی. نه تنها در این منطقه، امروز در کل کابل در ولایت همین موضوع است. دور نمیریم، چند روز پیش در بطخاک مردم جمع شده با کلشینکوف شیشای مسجد میده کرده، به خاطر از اینکه مسجد جور شده اوجا، به خاطر از اینکه یک عالم رفته، چند دانه طالبی که بیچاره مهاجر از قندوز است در اونجا دیره شده، درس قرآن داده میشه، مردم شیشای مسجد میده کرده. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده، کدام ورق تظاهرات پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره، فرهاد دریا برش نه کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم در می قریه 100 دانه، 100 نه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنکباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دخترها را میگیره، ادنای اعتراض سرش کرده ای؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی، اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم، غیرت نداره و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده ای؟ کلشینکوف خوبان. ای مسلمان، به الله قسم پیش الله میری و الله از پیشت سوال میکنه که اونجا را زدی، شیشه کدام مقام میده کردی؟ از سینما را، از شرابخانه را، از رقاصخانه را، یا شیشای مسجد الله سبحانه و تعالی؟ بطخاکی بشنو، چارای کمبری بشنو، هر مسلمانی که هستی باید بشنوی. تکبیر نکن، اینجا موقع تکبیر نیست. تکبیر و نمو وقت است که پیشتر گفتیم که استقلال می داشتیم. ما امروز غلامی این خرگاه این سگشویا را نمی کردیم. امروز مجاهد توهین میشه. امروز با کمونیستی که هزارها مردم در خاک تیله کرده برای از او شهید گفته میشه. پشت تکبیر نگوی، ما در حالت ذلت قرار داریم، ولی ذلت از خود ما نیست. ما آیت خواندیم ان تنصروا الله ینصرکم، اگر شما نصرت الله سبحانه و تعالی را کرده الله نصرتتان میکنه. ما نصرت دین الله را نکردیم. دین الله پیش ما قدر و قیمت نداره، کتاب الله قدر و قیمت نداره، حدیث رسول الله قدر و قیمت نداره. ای مردم چاره